قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیم ترین قدیم عصر میانه و دوره نو، گفتاری 88. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. تاجیکان در آخرهای عصر میانه. با وجود این نگاه داشتنی سمرقند میسر نگردید. شهریان یراق و اسلحه نداشتند. در شهر محاصره شده گرسنگی حکم فرمایی می کرد. وقتی گندم پز رسیده بود ولی کسی حاصلی نو نمی آورد. روزهای محاصره طول کشید. مردم به محرومیت های زیادی دچار گردیدند. کار به جایی رسید که بینوایان و محتاجان گوشت سگ و خر را میخوردگی شدند. چون یمی اسب کمیاب شد، آدمان به جای آن برگ درخت را میدادند. بابور برای کمک به حاکمان گوناگون مراجعت نمود ولی امدادی نرسید. او چنین خصلت تیموریان را که منفعت عموم برایشان بیگانه بود خیلی عمیق و دقیق خاطر نشان نموده است. ما به کمک و پشتیبانی مالکان همسایه و اطراف و اکناف امید بسته بودیم، لیکن هر یکی آنها نقشه های خود را داشت. خصوصا کوتاه اندیشی سردار تیموریان خراسان سلطان حسین که نه فقط دستی یاری دراز نکرد بلکه حتی به شیبانی خان چاپلوسی نمود، او را در حیرت گذاشت. ساکنان شهر، سربازان و حتی نزدیکان بابور به قحطی و گرسنگی تاب نیاورده به هر سو فرار می کردند. نهایت خودی بابور هم راهی گریز را پیش گرفت. شهر پایتختی سمرقند دوباره و تماما به دست شیبانی خان درآمد. این حادثه در سال 1501 روی داد. به شیبانی خان از همه بیشتر ساکنان شهر قراکول مقاومت کردند. بهاران سال 1501 در اینجا شورشی به عمل آمد که عملاً خصوصیت صنفی داشت. به سری شهر نماینده خلق را ظاهراً سردار شورش را نشاندند. نام او معلوم نیست. در منبع‌های آن وقت او را تحقیر آمیزانه گدا و جاهل نامیدند. شیبانی خان خود با خشونی زیادی به جنگ ضد قراکول رفت. شهر را گرفته سردار شورشگران را به قتل رسانید. ولی پس از شهر را ترک کردن شیبانی خان مردم باز شورش برداشت. فیادلان در این لحظه تشبث را به دست خود گرفتند. آنها نیت داشتند که این شورش را به منفعت تیموریان استفاده برند. آنها از حاکمان همسایه تیموری مدد خواستند. شیبانی خان دوباره به قراکول قشون سیرشماری فرستاد. محاربه نهایت درجه شدید به عمل آمد. فرای شهر دلاوری و قهرمانی های بی‌مثل و مانندی نشان دادند. در آخران شیبانیان شهر را اشغال نموده آن را به کشتارگاه حقیقی مبدل کردند. سپس به مقصد ترسانیدن چشم مردم با امر شیبانی خان از سری قراکوری های مقتول در بخارا کله مناره ساخته شد. مدتی چند شیبانی خان برای از خطر ایمن نمودن عقبگاه خود چاره های لازمه دیده، پس به اصطلاح ملک های جنوبی تیموریان کمر بست. در اینجا هم
همان وضعیتی پراکندگی قوه‌های این خاندان به استیلاکاران مدد رسانید. حاکمان ولایت‌های مختلف این دفعه هم نخواستند به هم متحد شوند. حسی ناباوری به یکدیگر، اغوا، سوء قصد و خیانت آشکارا زمینه‌های مساعد استیلا را فراهم آورد. شیبانی خان از چنین وضعیت به خوبی استفاده برده به یکی وعده پاداش میداد، به دیگری سیاست میکرد و خود به وسیله تاخت و تازهای بیملال تاراج و غارت مردم عاجزی و ناتوانی تیموریان را نشان میداد و در بین آنها کیفیتی مغلوبیت را جاری می نمود. در ولایت خیلی کلانی که مرکزش حصار بود، خسرو شاه حکمرانی می کرد. چون زمان او به درجه اقتدار پیدا نموده به خودرأیی و ثروتمندی شهرت یافته بود، شاهزادگان تیموری در این لحظه دشوار برای کمک و پشتیبانی به وی رو آوردند، ولی او نسبت به وضعیت موجوده نادانی و نافهمی تمام ظاهر نمود. به جای متحد شدن با تیموریان و یا لااقل کمک رساندن به آنها که بارها التماسش کرده بودند، از ترس دعواهای آنها راه مکر و فریب را پیش گرفت و در نتیجه کاملا در حالت جدایی و تنهایی مانده از اولین خبر حرکت قشون شیبانی خان به حصار بزدلانه فرار کرد. قلمروی او که ناحیه‌های جنوبی تاجیکستان، قسمت شمالی افغانستان و جنوب ازبکستان را فرا می گرفت، به آسانی به تحت تصرف شیبانی خان درآمد. دیری نگذشته سال 1505 خوارزم هم از طرف قشون شیبانیان اشغال کرده شد. نوبت ضبط پایتخت دیگری تیموریان هرات رسید. سلطان حسین فقط اکنون تا چی اندازه جدی بودن خطری تهدید کرده ایستاده را درک نموده با قوه اساسی خود به مقابل شیبانی خان روانه شد. ولی او که پیر و بیمار بود در راه وفات نمود. در بین اصلزادگان تیموری نزاع و نفاق به عمل آمد. در نتیجه یک بار دو پسری سلطان حسین را به تخت نشاندند که آنها را دو گروه اشرافی صاحب نفوذ پشتیبانی می کردند. شیبانی خان از این دیگر شرایط موافق را آرزو هم کردن نمی توانست. این بود که بابر نوشته است: این امری است غریب، هیچگاه کسی نشنیده است که در یک ملک دو پادشاه یک جایه حکمرانی کنند. تا جمع کردن قشون، تا تمام شدن بحث و مناظره نزدیکان دو پادشاه که به یک قرار آمده نمی توانستند، شیبانی خان بلخ را ضبط نموده به خاک یکسان کرد و زود به طرف هرات رهسپار گردید. او در نزدیکی شهر قشونی به جنگ خوب آماده نشده تیموری را مغلوب نمود. بسیار امیران و عملداران از میدان جنگ و بعضی ها از شهر گریزان شدند. هر دو پادشاه هم یکی به غرب و دیگری به شرق فرار کردند. روحانیان عالی مقام و اعیان و اشراف با هم مشورت نموده به شیبانی خان خطی تسلیم و اطاعت فرستادند. عجابت در اینجاست که این نامه را مورخ معروف نگارنده اثری کلان تاریخی حبیب السیر خاندمیر انشا نموده است. فقط اهالی شهر اندکی مقاومت نشان دادند. آنها ناگهان حمله کرده قریب 300 نفر ازبک را که در اطراف هرات مشغول یغماگری بودند نابود ساختند. در عین زمان شیبانیان به وکیلان اشراف و روحانیان شرط و شرایط سپردن هرات را پیشنهاد کردند. مردم عوام و پیشوران می بایست به طریق تاوان مبلغی کلانی می پرداختند. از اعیان و اشراف به صفت انعام و بخشش پولی زیادی ستانده می شد.
اما مصادیره اساساً به مال و ملک سلاله مغلوبه و اشراف نزدیکی آن دخل می کرد. در یک مدتی کوتاه شهر و ولایت‌های باقی مانده تا خودی استرآباد ضبط کرده شد. در تمام شهرهای کلان دولت سابقه تیموری، سمرقند، بخارا، مرو، سرخس، بلخ، هرات، مشهد، نیشاپور، توس، نیمروز و استرآباد پلهای نقره را به نام فاتح نو سکه زدند. شیبانی خان هم به این اهمیت بزرگی سیاسی میداد، زیرا این امر معنی رسما به سر تخت پادشاهی آمدن او را داشت. شیبانی خان نیت استیلای دولت تیموریان و تصرف سرزمینی بزرگی را در دل پروریده به خوبی انگاشته بود که در حصول این مقصد فقط موفقیت‌های جنگی کافی نیست. او نمایندگان خاندان تیموریان را بیرحمانه تعقیب و محو نموده از قدم‌های اول برای به طرف خود کشیدن فیادلان و روحانیان بانفوذ سعی کرد. ظاهراً این اصول به او بیشتر از سلاح جنگی ظفر و پیروزی آورد. نه فقط خود او بلکه نزدیکانش هم می فهمیدند که تنها حاکمیت دیگر می شود، اما مقررات زندگی به هر حال مثل پیشتر باقی می ماند. در این بابت حکایت زین الدین واصفی که شاهد هرات را گرفتن شیبانی خان بود خیلی جالب دقت است. یک امیر ازبک او و همراهش را دهقان پنداشته به آنها فهماندنی می شود که فقط خواجه با خواجه دیگر عوض شده است و خلاص. خواجه های نو برای زودتر برقرار شدن خواجگی سعی می کنند، زیرا اکنون زمین و دهقانان به آنها تعلق گرفت و تربیه و نگاه و بین دهقانان دیگر در عهده آنهاست. سیاست داخلی شیبانی خان پس از استیلای دولت تیموری تماماً به منفعت صنف حکمران، صنف فیادلانی که اکنون به ترکیب آن اشراف طایفه های بادیه‌نشین ازبک هم داخل شده بود خدمت می‌کرد. حتی تدبیرات ظاهراً مثبت او هم منفعت صنف حاکم را افاده می‌نمود. خود شیبانی خان، مقربان او، امیران طایفه و حتی نزدیکترین سپاهیانش از حساب مصادره مال و ملک تیموریان، فیادلان اشرافی و روحانی طرفدار آنان و همه کسانی که به سوی قصد ضد شیبانیان گمان برده می شدند خیلی ثروتمند گردیدند. شیبانی خان تمام دولت را به ملک ها تقسیم کرده اختیار آنها را به دست خویشاوندان و امیران نامی خود سپارید. جهت اقتصادی این ملک های انعامی از آن عبارت بود که مداخلات نه به خزینه شیبانی خان بلکه تماما یا قسما به دست ملکداران شهر و ولایت ها می درآمد. اصطلاحگران زود حس کردند که ثروت غارت کرده و جبران ستانیده را دور و دراز بی حرکت نگاه داشتن خوب نیست. با این ملاحظه آنها به خریدن زمین، عمارت‌های شهر و استاخانه ها سر کردند. آنها همچنین در هر وضعیت مالکیتی از همه استوار بودن چیزهای خریده را فهمیدند. بنابراین اکثر وقت ماری جبران ستانده خود را همچون ماری خریده به رسمیت می درآوردند. عجابتش این که گاه زمین‌های زورن کشیده گرفته را پس گشته دادن هم لازم می آمد. مصادره و خرید در یک مدتی کوتاه باعثی به دست شیبانیان و اشراف ازبک گذشتن زمین‌های زیاد، بسیار عمارت‌های شهر، آسیاب‌ها و دیگر جای‌های سیردرآمد گردید. همین یک مثال کافی است. هنوز در سالهای 20 عصر 16 کلینی زن پسری شیبانی خان
برای وقف مدرسه بیشتر از 40 دکان کاسبی، تیمچه، 8 آسیاب، استاخانه کاغذریزی، انبارها، حولیها، تقریباً 150 قطعه زمین پره یا قسماً 6 دیهه و غیره داده توانست. همین طریقه شیبانیان و اشراف طایفه های بادیه نشین ازبیک و کلانترین فیادلان زمیندار به شخصان منفعتبری کسب و هنر و تجارت شهر تبدیل یافتند. منفعت‌های اقتصادی آنها از منفعت‌های فیادلان اشرافی و روحانی ارثی آسیای میانه که در زمان شیبانیان زمین‌های میراثی و ثروت‌های شهری پیشینه خود را نگاه داشته بودند، قریب هیچ فرق نمی‌کرد. اصلاحات پوری که شیبانی خان در سال 1507 به عمل آورد، از کوشش‌های او در بابت به طرف خود جلب کردن طبقه‌های حاکم دولت اصلاح کرده‌اش و به این وسیله وسیع نمودن بعضی صنفی خود گواهی می‌دهد. کسب و هنر، تجارت و معاملات پولی از مهمترین ماده‌های عایدات دولتی و مداخل صاحبان ملک به شمار می‌رفت. آخرین نمایندگان سلاله تیموریان از این ماده به طور خیلی وسیع و بی‌عیبا استفاده می‌کردند. به درجه‌ای که معاملات پولی از منفعت تجارت دور گردیده به انکشاف معتدل آن خلل می‌رسانید و این وضعیت به ساحه پیش‌بری هم تأثیر نکردن نمی‌ماند. این بر ضرر منفعت نه فقط پیش‌بران و میده سوداگران بلکه تمامی صنف حاکم هم بود، چون که در جمعیت فیادلی آسیای میانه فیادل در عین زمان تاجر هم به شمار می رفت. او نه تنها صاحب زمین شهر و قشلاق بود، بلکه کارگاه های مختلفی هنرمندی و تجارتی هم داشت و از این رو در تجارت داخلی شهری شرکت می نمود و در تجارت بین ولایتی و بین الخلقی سیمای اساسی حساب می شد. اصلاحات شیبانی خان در تمام دولت معاملات یگانه پولی را تشکیل کرده آن را از هر گونه تغییرات رها نمود. وی وزن، حجم و نوع سکه های نقرگی و میسی و مناسبت بین آنها را معین کرد. این سکه ها در همه شهرها و در همه ولایتها قوه‌ای برابر داشتند. صاحبان ملک ها نمی توانستند به معاملات برابری آنها مانعی به وجود آورند، قرب آنها را موافق طبع خود بلند یا پست کنند. طبیعی است که چنین اصلاحات در تمام مملکت تأثیرات بزرگی سیاسی به عمل آورد و برتری چاره‌بینی‌های فاتح نو را نسبت به فعالیت مالیوی نمایندگان آخرین تیموریان نشان داد. بی سبب نبود که فرمان اصلاحات فوراً پس از سقوط هرات دومین پایتخت تیموریان اعلان کرده شد. در قطار دیگر چاره‌بینی‌های نسبتاً جزئی شیبانی خان که برای معتدل گردانیدن حیات در نتیجه عملیات جنگی خللدار شده نگرانیده شده بودند، اصلاحات سال 1507 می بایست دفعتاً به همه طبقه های صنفی حکمران نشان می داد که از عوض شوی سلاله آنها نه اینکه ضرر دیدند بلکه برد کردند، زیرا شیبانی خان منفعت آنها را می فهمد و حمایه می کند. تاجیکان در آخرهای عصر میانه. مبارزه بین شیبانیان و بابور. در سرزمین پهناور دولت شیبانیان چند سال صلح و آسایش حکم فرما گردید و به این واسطه حیات خواجگی مملکت قدر رو به بهبودی نهاد. ولی در سال 1510 یک باره از دو سمت، هم از شمال شرقی
و هم از جنوب غربی این آرامی خلالدار کرده شد. بادیه نشینان قزاق که زمانی از شیبانی خان سخت شکست خورده بودند، با مغول‌ها یک شده در نزدیکی دریای سیر به سلطنت شیبانیان ضربه هلاکت آور رسانیدند. در خود همین وقت پادشاه ایران اسماعیل یک از غرب به طرف خراسان لشکر کشید و در سر راه خود یکی از پس دیگری شهرها را اشغال کرده فاتحانه به سوی هرات حرکت نمود. اسماعیل یک اصلاً از خانواده صوفیه شهر اردبیل بود. چون از بین شیخان این خاندان خصوصاً صفی الدین اسحاق به پارسایی نام برآورده بود، تمام اولاد او و اعضای طریقت درویشیه به خود نام صفوی را گرفته پس از قدم گذاشتن به عرصه سیاست با عنوان سلاله صفویان شهرت یافتند. در عصر 15 پشتیبان اساسی این سلاله طایفه های بادیه نشین ترک بودند که در خطه آذربایجان ایران زندگانی می کردند. آنان را به آذری قزلباش سرخسر می نامیدند، زیرا سربازان بادیه نشین به خاطر 12 امام شیعه سله 12 رخ ارغوانی داشته را به سر خود می بستند. این طایفه ها هم از جهت معنوی و هم از جهت سیاسی تابع شیخان صفوی بودند. شیخان صفوی در 31 آخر عصر 15 اول به کشورهای غیر اسلامی تاخت و تازهای غارتگرانه کرده، بعدتر به مبارزه ضد بعضی حکمرانان مسلمان نیز شروع نمودند. ولی از بین آنها فقط به اسماعیل یک میسر گردید که پیروزی به دست آورد. او تبریز را ضبط کرده آن را پایتخت خود قرار داد و در سال 1501 عنوان شاهنشاه ایران را به خود گرفت. قزلباش‌ها با سرداری اسماعیل صفوی از نزاع‌های بین خودی خاندان‌های مختلف استفاده نموده در یک مدت کوتاه تمام قسمت‌های غربی ایران را به تحت تصرف خود درآوردند. دو دولت، شیبانیان و صفویان، در همسایگی یکدیگر واقع گردیدند، ولی در بین آنها از صلح و صفا اثری نبود. سران این دو سلطنت به مقصدهای سیاسی خود رنگی مذهبی می‌دادند. شیبانی خان در قلمرو خود به مقابل شیعه ها مبارزه می بود، در صورتی که اسماعیل و قزلباش ها شیعه های متعصب بودند. شیبانی خان برای مقاومت کردن با شاه اسماعیل قلعه مرو را تکیهگاه انتخاب نموده قشون خود را به آنجا عقیب کشید و فوراً از قوه‌های حربی هم قومانش کمک خواسته خود به مستحکم کردن استحکامات شهر مشغول گردید. شاه اسماعیل از این کار واقف شده به زودی خود را به مرو رسانید و با قوه زیادی آن را محاصره نمود. از بس که قلعه مرو را با جنگ فتح کردن خیلی دشوار بود، شاه اسماعیل فریبی به کار برده قوه خود را از محاصره گرفت و چنان وانمود کرد که گویا عقب نشینی می کند. شیبانی خان این بار سهوی برای سرلشکری کار آزموده عفوناپذیر صادر نمود. او به این حیله شاه اسماعیل فریفته شده از قلعه بیرون برآمد و با اندک قوه وی را تعقیب کرد. در نتیجه به احاطه دشمن افتاده تمامی سربازانش را تلف داد و خود در میدان جنگ کشته شد. اسماعیل از کاسه‌خانه زرندوده سری محمد شیبانی خان برای خود جام شراب ساخت. شاه اسماعیل به مقابل شیبانیان نه فقط با سلاح مبارزه برد، بلکه تمام تدبیرات دیپلماتی خود را به کار انداخت. او بازماندگان خاندان تیموری را با هر راه تشویق می نمود که
برای ملک پدر و بابایان خود تلاش کنند. در حالی که نمایندگان با نفوذ سلاله شیبانیان به حل مسئله وارثی تخت سلطنت سرگرم بودند، تیموریان فرغانه را اشغال نمودند. بابور که تا این وقت موقع خود را در کابل مستحکم کرده بود، فوراً با راه قندوز به سوی حصار حرکت کرد. محاربه حل کننده پولی سنگین در دریای وخش، در آن جایی که حالا استانسیون الکتریکی آبی نارک ساخته شده است، با غلبه بابور انجام یافت. تمام ناحیه‌های مرکزی ماوراء النهر بدون جنگ به تحت تصرف او درآمدند. خودی سلطان‌های شیبانی هم از مقاومت دست کشیده شهرهای سمرقند، بخارا، قرشی و غیره را به اختیار بابور واگذاشتند. غلبه‌ای به آسانی دست داده بابور را روح بلند و در عین زمان 1 درجه فارغ بال هم نمود. موافق شهادت سرچشمه ها، بابور و نزدیکان او حتی سربازانش هم به بزم و ضیافت و عیش و عشرت مشغول شدند. این همه مبلغ زیادی را طلب می کرد و بابور برای پیدا کردن آن از هیچ چیز روی نمی گردانید. یک مثالی نسبت به وضع خود خیلی بی‌پروایانه مناسبت کردن بابور، در ضرب سکه، حله و نیرنگ به کار بردن و معیار معاملات پولی مقرر کرده شیبانی خان را ویران کردن اوست. از این عملی بابور تمام طبقه های به خرید و فروش سر و کار داشته جمعیت ضرر کشیدند. قشون چندین هزار نفره بابور که تأمینات آن از حساب اهالی مقرر گردیده بود، تمامی بود و بازیافت مردم را به غارت برد. ولی بابور که از تلخی‌های روزگاری گذشته خود سبق گرفته بود، به کم کردن سربازان خود جرأت نمی کرد. مخصوصاً دسته های قزلباش که شاه اسماعیل به کمک بابور فرستاده بود، باعث نارضایتی اهالی می گردیدند. کیفیت شیعه پرستی بابور و این را بیباکانه نمایش دادن او به آنها هیچ معقول نبود. طبقه های وسیع بخارا و سمرقند به سر کار آمدن بابور و پیروزی های او را با خوشنودی استقبال کرده بودند. ولی نیم سال هم نگذشته وی از چنین پشت و پناهی مقتدر محروم گردید و چشم امید فقط به قشون گوناگون خیلی خود دوخته ماند. اما همین پشتیبانی یگانه هم به درد او بر نخورد. بهاران سال 1512 برادرزاده شیبانی خان، جوانی خیلی غیور و شجاع، عبیدالله سلطان، و دیگر نمایندگان خاندان شیبانی از وجه سرکردن جنگی نو بحر ماوراء النهر چیزی نگفته، خود با قشونی نچندان کلان به بخارا حمله ور شد و به حیرت همزمانان خود در نبرد شدید بر قشونی مقداراً چندین مرتبه افزونتری بابور غلبه قطعی به دست آورد. بابور به حصار فرار نمود. تیر ماه همان سال وقتی که قشون پرشمار قزلباش به یاری او رسید، برای دوباره به دست درآوردن ماوراء النهر آخرین کوشش خود را به کار برد. شما گفتاری 88 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلов خواند. کارگردان شیرعلی نفضلی.